چقدر زیبایی تو این طبیعت میبینیم، تو همین طبیعت، زمین و آسمان. اگر اون خالقی که خلق کننده این زیبایی ها هست اگر خودش زیبا نباشه چگونه زیبایی رو میشناسه که زیبایی رو بیافرینه؟ یک کم اگر ما دقت تو این گلها بکنیم، توی گلهای طبیعت یک کم دقت به این زیبایی های طبیعت بکنیم، همین پرندگان، چیزای دیگه مثلا هر چی، این اصلا واقعا آدم رو مات و مبهوت میکنه به خودش که چه زیبایی های اینا کی آفریده. کسی اینا رو خلق کرده که اگر ما که خلق او هستیم، از خلقت او هستیم، او خالقه، اگر ما او رو ببینیم طاقت دیدن اصلا نداریم. میگن ما طاقت دیدن ملائکه رو نداریم، طاقت دیدن یه زن رو نداریم. زن که دیگه یه جسم فیزیکیه دیگه، نداریم. این زیبایی های این عالم از زیبایی اون محروی بی نهایت خلق شده. وقتی میگم ان الله جمیل یعنی این، ما در اون باغ، بستان، تو اون گل و گلزار، آب و آبشار، درختان میوه، اون نسیم روح و ریاحین که از گلها بلند میشه، اون بلبله رو اون شاخه گله داره میخونه، توی عالمی، توی عوالمی، توی خلاصه چه میدونم فرو بریم که اون محروی بسیار زیبا که فرموده ان الله جمیل که خالق همه این مخلوقات، همه این زیبایی هست، اون رو رؤیت بکنیم. همین. و این بستگی داره به این که تو این چند دقیقه که تو این جلسه نشستی از اون حال هوای اندیشه و تفکر و تعقل و فکرای باطله بچگانه خلاصه کودکانه بیا بیرون ببینید چی گفته میشه اینجا، چی گفته میشه که تو بتونی یه تکونی به خودت بدی.